السلام علیکم دوستان عزیز، با شما دکتر شیرالی. دوستان عزیز، من به شما یک معلومات را تقدیم می‌کردگی هستم. اون شخصانی که وهم، ترس، روح افتادگی، پرابلم نوروز دارند، این ویدیو را با دقت گوش کنید. به شما یک کنسولتاسی کلان را تقدیم میکنم. یعنی در روزهای یک شنبه من با شما نیتی کار کردن دارم. یعنی چخیلی که شما میدانید دکترها دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه کار میکنند. در کلینیک های شخصی روز شنبه نیز کار میکنند. روز یک شنبه oddiq. انا اکنون از همین روز oddiq استفاده برده من با 4 بیمار صحبت میکردگی هستم. یعنی یک نیتی گروپ کردن دارم و در گروپ یا یک کس یا دو کس یا سه کس یا 4 کس باشد. یعنی تا 4 تا آدم را جمع کرده صحبت میکردگی هستم. این دوامناکی این صحبت مینیموم یعنی کمش تا 3 ساعت می شود نصیب. در مدت 1 ساعت من با این بیمارها اول اندیویدوال کنسولتاسی میکنم. یعنی با هر یک تشان صحبت میکنم. چی شکایت، چی پرابلم، کی سر شده بود، به کدام دکترها رفتگی، کدام داروها را قبول کردگی، انالیز ها هست یا نیست، توموگرافی هست یا نیست. یعنی در مدت 1 ساعت کنسولتاسی میکنم. تقریبا اگر 4 کس باشد. بعد وقتی که اوجه کنسولتاسی کرده شدم با اینها در مدت 2 ساعت گروپوای پسیخوتراپی میگذرم. در این موضوع در مدت 2 ساعت کمش تا دوستان غیر از کنسولتاسی باز 2 ساعت پسیخوتراپی می شود. درباره نوروز میفهمانم، درباره خطاهای بیمار میفهمانم، درباره فکر کنی میفهمانم، درباره عادتهای ضررناک میفهمانم، درباره مشق‌ها مثال فهماندنم ممکن. با هر بیمار دوستان وقتی که این بیمارها رو میبینم مشق‌های هرخیله، مشق‌های گوناگون توصیه کردنم ممکن. یعنی یک کس نوروز دارد و درد میان دارد، من به این آدم آید به نوروز و آید به درد میان مشق توصیه کردنم ممکن. دیگر بیمار را نوروز و درد گردن به اضافه میکند. من این بیمار میتوانم هم مشق آید به نوروز و مشق آید به همین ساحه گردن توصیه کردنم ممکن. بعد با هر کس وقتی که 2 ساعت صحبت رو تمام میکنیم مینیمم 2 ساعت، غیر از ممکن 2.5 ساعت باشد. این غیر از کنسولتاسی. بعد تمام شدن صحبت با هر بیمار یک تا یا که یک چند ویدیوها را پرتافته دادنم ممکن. این صحبت را من روز یک شنبه میکردگی هستم. مثال گویم اگر از خوجند، از دوشنبه، از عینی، از قرغان تپه وقتی که به استرافشن میبیایید من در استرافشن کار میکنم. مثال از ساعت 5 اگر برایید در ساعت 8 9 7 آمده رسیدنتان ممکن. مکسیموم از همه بسیار 4 کس می شود. 1 کس باشد هم همین روز نصیب با همین انسان صحبت میکنیم. 2 کس باشد نقصتر، 3 کس باشد نقص، 4 کس باشد نقص. من
misol va hozir peshakka ogoh qarda istodamki maksimum 4 odam. Baroki misol gufta istodam 8 ta 10 ta odam shavad, уже odam bisyor shula mebravad. Odam bisyor meshad. Ana aknun برای این صحبت کلام روز یکشنبه 6 ایول می شود و دیگر روز یکشنبه 13 ایول می شود. می توانیم در 6 ایول صحبت را گذرانیم. می توانیم در 13 ایول صحبت را گذرانیم. اگر در 6 ایول 4 آدم جمع شود یا 2 آدم جمع شود یا اینکه در 13 ایول نیز 3 آدم یا 4 آدم جمع شود 6 ایول نیز 13 ایول نیز انا همین صحبت رو تشکیل کرده ممکن. اگر 6 ایول ده آدم جمع نشود و 13 ایول ده آدم جمع شود یا که 13 ایول ده آدم جمع نشود و 6 ایول ده آدم جمع شود 6 ایول ده کار میکنیم. پیشکی این چیز را نقشه کردن در کار. مثال من این ویدیو رو در 1 ایول یا که 2 ایول به یوتیوب مونم میتونید مراجعه کنید. وقتی که اوجه 4 تا آدم میشود تمام دیگر آدم نمیگیرم در آن همین روز یکشنبه. وقتی که نیتی به پیش من آمدن داشته باشید اگر قطع خودتون یک روچکه و یک دفتر رو گیرید نصیب در آن همین صحبت بسیار چیزها را از خود میکنید. دوستان عزیز اگر زن شما مادر شما از این کسل عذاب کشیده استاده باشد میتونید شما یک پسیخوتراپیوت زن را یابید. اگر زن را یافته نتونید به پیش من بیایید اگر با شما نیز صحبت کردن ممکن. مثال یک بیمار نامش سلیمه آمد با همراهی شوهرش یا که با همراهی پسرش یا با همراهی برادرش میتوانم با این آدم نیز صحبت کنم. با واتساپ مراجعت کنیدان با واتساپی من اگر مراجعت کنید نرخش را می نویسم. دوستان عزیز حاضر بسیار شخصانی که از نوروز اذیت کشیدگی هستند داروها را گرفتگی هستند. بعضی هاشون هست که داروها را در مدت یک چند ماه ها یا سالها قبول کرده استادند. مردم ما برای دارو برای کپل نسا پول رسخود میکند لیکن برای علم پول رسخود نمیکند. اگر شما با من مراجعت کرده یک 5-6 کتاب را توصیه کنید گویید من توصیه کردنم ممکن. اگر شما نیتی سمستایتل مستقل کار کردن باشد یعنی خودم کتاب را خوانده از نوروز برآمدن میخواهم گویید اگر مرحمت کتاب ها را توصیه کردنم ممکن. کتاب های پاول فیدرینکا کتاب های دیگر آدم ها. لیکن برای این چیز شما دوستان یک چند ماه ها را ممکن یک چند سال ها را در مدت یک چند ماه ها یا سال ها مهنت کردن تا ممکن. در صحبت باشد دوستان عزیز من چندین کتاب ها را خوانده تجربه دکتری را استفاده برده همین از همه جای سیر مضمون ترین ها را به دقت شما تقدیم میکنم. با واتساپ من با تلگرام من مراجعت کنید. تمام بعد روز را انق میکنیم. رحمت.